بخشیده بر روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مسابقه حربی ورزشی حامی وطن برگزار شد. در مراسم گشوده شوی این چوربینی نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند، اتفاق سابقه‌داران جنگاوران بین الملل و شعبه معارف شهر اشتراک و سخنرانی نمودند. قید کرده شد که برگزاری چنین چوربینی‌های ورزشی امکانیت فراهم می‌آورد که جوانان ملکه مهارت حربی ورزشی خود را بلند برداشته به خدمت مادر وطن آماده شوند. وقتی که ما به ورزش مشغول می‌شویم ما هم نوترس و هم جسور می‌شویم. ما باید جوانان بیشتر به ورزش مشغول شده رفته به وطن خدمت کنیم. من میخواهم هم خیلی مسابقه ها بسیارتر شوند و جوانان و چنین مسابقه ها مشغول شوند. در این چوربینی حربی ورزشی 16 دسته خوانندگان از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند اشتراک نموده در نمودهای حرکت صفی دویدن به مسافه 100 متر، هوا دادن نارنجک، کشیدن وزن برداری و قسم‌ها جداکنی و جابجاکنی اتومات کلاشنیکوف، تیرجاکنی با تیردان و تیرپرانی از یراق پنوماتیکی ملکه مهارت خود را نشان دادند. جوانان با واسطه این مسابقه هم باز خیلی دانش مهارت ملکه زیاد گرفته برای خدمت وطن تیار میشوند. درس‌های آمادگی ابتدایی حربی به فکر من در مکتب‌های شهر خوجند سال به سال البته صفتی درس دادن، صفتی دانش آموزی، صفتی تیار نمودنی همین جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان بهتر شده ایستاده است. چوربینی حربی ورزشی مذکور با مقصد به خدمت مادر وطن آماده نمودن جوانان سنی تا دعوتی راه اندازی کرده شد. در این چوربینی ورزشی دسته لیسه رقم 1 به نام محمد عاصمی مهارت بلند نشان داده صاحب مقام اول گردید. جای دوم نصیب دسته گیمنازیوم رقم 4 شهر خوجند و مقام سوم نصیب دسته مکتب تاجیکی روسی به نام انتون پاولویچ چخووی مرکزی ولایت گردید. و غالبان جایزه‌داران این مسابقه حربی ورزشی مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.